سلام به کانال من خیلی خوش اومدین. من سحر ابراهیمی هستم، متخصص آرایش دائم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. میخوام در رابطه با فرق میکروبلیدینگ و میکروپیگمنتیشن صحبت کنم. دیگه میخوام پرونده قضیه رو ببندم، چون هنوز بعضیا مشکل دارن که میکروبلیدینگ چیه، میکروپیگمنتیشن چیه. ببینید، میکروبلیدینگ کار با یک قلم دستی هستش که با استفاده از تیغ، که این تیغ انقدر نازکه که یک خطوط بسیار ظریفی لابلای موهای ابروتون ایجاد میکنه که انقدر طبیعی هستش و انقدر قشنگ هستش. مختص افرادی هستش که ابروهای بکری دارن، دخترای جوانی هستن که بعضیاشون حالا دست به ابروهاشون نزدن، ابروهای نچرالی دارن و کلا دوست دارن ابروشون انقدر طبیعی کار بشه کسی متوجه نشه که این خطوطی که لابلای موهای ابروشونه مثلا موهای ابروشون نیستش. مختص این افراد هستش که خیلی کار طبیعی دوست دارن. و خدمتتون عرض کنم این که مختص افرادی هستش که پوستشون خشک و نرماله. برای اینجور اشخاص ما از میکروبلیدینگ استفاده میکنیم، چون پوستشون خیلی خوب جواب میده و دوامش هم خوبه، ولی نه به نسبت میکروپیگمنتیشن. ولی میکروپیگمنتیشن کار با دستگاه برقی، ما از دستگاه برقی استفاده میکنیم. مختص افرادی هستش که پوست حالا چربی دارن، چون پوستای چرب رنگو به خودشون نمیگیرن، رنگو پس میزنه، بنابراین میکروبلیدینگ دوام نداره روی اون پوست ها. ما از میکروپیگمنتیشن استفاده میکنیم. میکروپیگمنتیشن رنگ‌های خاص خودش رو داره، حواستون باشه. من خیلی از اشخاص رو دیدم که از رنگ‌های میکروپیگمنتیشن دارن در رابطه با میکروبلیدینگ استفاده میکنن. نه، رنگ‌های میکروپیگمنتیشن جدا هسته، چون پایه آبه با دستگاه میتونیم باش استفاده کنیم، ولی میکروپیگمنتیشن رنگش غلیظ‌تره. ولی میکروپیگمنتیشن پایه آب هستش، رنگشون خوبه و بدون سرب هستش و فقط هم با دستگاه کار میشه. با دستگاه هم که فقط برای ابرو نمیتونید به کار میبرید، برای چشم میتونید استفاده کنید، برای لب استفاده میکنن، برای ریموو استفاده میکنن و دوام و ماندگاریش هم نسبت به میکروبلیدینگ بالاتر هستش. حالا یه عده دوست دارن میکروبلیدینگ استفاده کنن، یه عده هم دوست دارن میکروپیگمنتیشن استفاده کنن. اما حالا میخوام یه جنبنده نهایی بکنیم در رابطه با میکروبلیدینگ و میکروپیگمنتیشن. میکروبلیدینگ کار با یک قلم دستی هستش، ولی میکروپیگمنتیشن با استفاده از دستگاه برقی هستش. میکروبلیدینگ ایجاد خطوط بسیار ظریف مثل تارهای موهای ابرو، ولی میکروپیگمنتیشن تزریق رنگدانه توی اعماق حالا عمق‌های پوست هستش. و میکروبلیدینگ ماندگاریش حدوداً 6 ماه تا 1 سال هستش. میکروپیگمنتیشن 2 الی 3 سال هم ماندگاری داره. و میکروبلیدینگ مختص افرادی هستش که پوست های بسیار حالا خشکی دارن، نرمالی دارن، برای اینجور اشخاص خیلی خوبه. ولی میکروپیگمنتیشن مختص افرادی هستش که پوست چرب و مختلطی دارن. میکروبلیدینگ کار خیلی طبیعی و ظریف و دخترانه انجام میشه. میکروپیگمنتیشن یه ذره رنگ شارپ‌تره، پر رنگ‌تره، یک نواختره. حالا شما ازتون خواهشی که دارم داخل کامنت برای من بنویسید که شما ترجیحتون کدومه؟ بیشتر میکروبلیدینگ انجام میدید یا میکروپیگمنتیشن؟ خیلی ممنونم ازتون که تا این لحظه کنار من بودین، تا انتهای ویدیو به حرفای من گوش دادین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید، ویدیو منو که دیدین لایک هم بکنید و اگر سوالی دارین توی کامنت ها از من بپرسید، من با جون و دل به تمام سوالاتتون جواب میدم. خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدارتون باشه.